20 سال ما اینو داریم میگیم. بده که طرفمو تحریک بکنم، طرفو به آرامش دعوت کنم. دوست عزیز، حق با شماست، بنده پیش نمیذاره مشکل. ولی خودش یه استراتژیه. چرا اگه میخواد چنگ گوشم بزنه، یک بعد روز اول زدم توی گلو تموم شد. میخواد ضربه سرم بزنه توی گلو تموم شد. یعنی بهش هیچ اجازه‌ای رو بهش نمیدم. میخواد سرشونه منو بگیره، اینو رد کردم تموم شد. ضربه توی گلو، میخواد تو گوشم بزنه دفاع کردم، آوردم اینجا قفلشم تموم شد. سپاس. هیچ کاریشو نمی‌کنه. قفل. نباید اجازه بهش بدم که طرف سرشونه منو گرفته تا بیام فکر بکنم دستو بپیچونم یه ضربه سنگ ضربه مشت تو صورتم بزنم. یعنی وقتی که سرشونه منو گرفته این شکل رفت تو گوشش. طرف رفت تو گوشش. حالا اومد داره میزنه دفاع کردم، آوردم اینجا قفل شد. ولی در حین سپاس. دارم ضربه رو شروع می‌کنم، دارمش میزنم. این ضربه ها چقدر تاثیر داره؟ به این دلیل میگم بدن رو لخت کنید. بدن رو شل کنید. سفت نکنید. بدن شل. وقتی ایشون داره میزنه کردم تو گوشم دستو جمع کردم. این زد. حالا این زد. چقدر حرکاتو یکی پس از دیگری. این یک، این دو، این سه، این چهار توی گلو تموم شد.